میخوایم ببینیم اطلاعاتی که روی پلاک‌های انواع پمپ‌ها نوشته شده چه مشخصاتی رو به ما نشون میده. پس با من همراه باشید. خب الان آقا این یه دونه پمپ بشقابیه. تقریبا پلاک‌های همه اون پمپایی که بهتون نشون دادم تقریبا یه چیز روشون نوشته، شما باید علائمش رو بلد باشید. خب این بالاییه اول از همه برند پمپ رو نوشته. الان این نوشته واتر پمپ صنایع پمپ ارس، پمپ تولید شرکت ارسه. خب کیو یعنی دبی آب. این پمپ یعنی میتونه بین 10 تا 45 لیتر در دقیقه آب و پمپاژ کنه که علامتش رو با کیو نشون میدن. H max یعنی هد پمپ ماکسیمومش 50 متره، یعنی این پمپ حد اکثر میتونه 50 متر آب رو پمپاژ کنه. Q max یعنی حد اکثر خروجی آب، بیشترین مقدار آبدهی پمپه که این پمپ 52 لیتر در دقیقه پمپاژ میکنه. H یعنی هد پمپ، یعنی این پروانه ای که این هد پمپ داره، سر پمپ داره، ارتفاعش معمولا تا حدود 40 متر آبو میتونه پمپاژ کنه که زده مثبت منفی 5، یعنی 5 متر بیشتر یا 5 متر کمتر خطا داره این پمپ. هرتزش 50، فرکانس برق ایران 50 هرتزه، استاندارد در ایران 50. وی ولتاژشه، ولتاژ کاری این پمپ 220 ولته بر مبنای تک فاز، یعنی تک فاز 220 ولت. این یعنی جریان نامی 5 آمپر می باشه، جریانی که پمپ میکشه. اگه کمتر یا بیشتر بکشه قطعا سیمپیچی یا برق داخل پمپ مشکل پیدا کرده. طوریه که اگر کم باشه سیمپیچی ضعیف شده و دور اصلی رو نمیزنه، اگر زیاد باشه حتما یه جای سیمپیچی یا روتور گیر کرده یا سیمپیچی قطعی پیدا کرده و به دنبال اون حتما اتصال بدنه پمپ رو خواهد داشت. این شماره نامبر پمپه که نوشته اینجا. سرعت چرخش این پمپ 2900 دور در دقیقه هستش. کیلووات. توان موتوره، توان موتور بین 75 تا 1 اسبه. توجه داشته باشید C20 این علامت خازن. ظرفیت خازن این پمپ 20 میکروفراده بر 450 ولت. پس 20 خازن 20 میکروفراد بر 450 ولت. F اینجا چیه؟ کلاس عایق بندی سیمپیچیه. تحمل دمای بالا. IP 54 درجه حفاظت در مقابل گرد و غبار و پاچیدن آب به سیمپیچیه. اینجا نوشته تمپری پروتکت، یعنی موتور دارای محافظت حرارتیه، اگه زیاد داغ کنه خودش قطع میکنه. اینجا نوشته کانتوث دیوتی، یعنی قابلیت کارکرد دائم و داره. توجه کنید اگه این گزینه رو روی پلاک‌های موتور لو بود، یعنی اون موتور نمیتونه، کشش نداره مداوم روشن باشه. ببینید علامت اخطار هم اینجا زده. کلا در این پمپ، این پلاکی که توضیح دادیم، نتیجه میگیریم که این پمپ با برق 220 ولت کار میکنه. 52 لیتر در دقیقه آب میده تا ارتفاع 50 متر بالا میره و میتونه پشت سر هم و مداوم کار بکنه. این پلاکی خوندیم با هم توی اکثر پمپ‌های آب نوشته شده. شما با توجه به این ویدیویی که درست کردیم
میتونید پمپتون رو انتخاب کنید و ازش استفاده لازم رو ببرید.